لایف میان که من پر از اضطراب و تشویش و ترس هستم. بله بله. خب تو کمرایت را باز کن، بیا در کنارم بشین ببینیم که چه کسی میترسه. اگر ترس و لرز و استراب نباشه تو میخیزی لذت زندگی تا میبری. این ترس استراب است. بله من ترس به خاطر آینده کشورم دارم، من ترس به خاطر زنهایی دارم که مثل عایشه. اجازه بده کلام ما همزمان با من صحبت نکو عزیز من ترس به خاطر او کودک 6 ساله دارم که شب وقت تو مرد مسلمان، همسال شما مردان مسلمان، آلت خود را در آلت تناسلی دختر 6 ساله با سنت رسول الله فرو میکنن، اون دخترک جان میده در تخت خواب سکس شما مردان مسلمان. ترس من از این خود کی جان میده؟ ولی من میترسم، من بسیار در این موضوع ترس دارم، دلهوره دارم، نگران هستم، اشک میریزم، گروهی من بغض میگیره که چرا کودکان ما زیر آلت تناسلی شما مردان مسلمان بمیرن. من به اون خاطر میترسم. بله خب کی مرده؟ اگر که نفهم از فامیل شما اگر کس بوده باشه از فامیل وقت کس نبوده در طول تاریخ کسی چنین اتفاق نافتاده. پیامبرتان چگونه با دختر 6 ساله سکس میکرده؟ درباره از اینکه اگه میگی سمسی مستقیم اون طرف برو، هر طرف نپر. وقتی که درباره نه چرا پیامبرتان با کودک 6 ساله؟ اعمال محمد برای سنت هست یا نیست؟ خب من برات میگم. خب گوش وقتی سوال حالا اجازه بده سوال مرا جواب بده، برام نگو. اعمال محمد برای سنت هست یا نیست؟ حالا خب جواب دادن برات شوق داره دم. خب چون پوشی که من جواب دادم. بفرما. وقتی که شما اعتراض میکنین که با حضرت محمد چرا با بیبی عایشه ازدواج کرده و دموز زمان من سوال نکردم، من گفتم اعمال محمد سنت هست برای یا خیر؟ قوم مردم راضی. تو کی هستی که اعتراض میکنی؟ نه سوال مرا جواب بده. اعمال پیامبر برای سنت هست عملی میکنی یا خیر؟ مردم راضی، قوم راضی، پدرش راضی، مادرش راضی. سوال مرا جواب میدی، بار چهارم ازت نمیپرسم دیگه. حالا گفتم که تو کدوم سر پیاز بالای پیاز کجای پیاز که تو من اجازه ندارم از تو سوال کنم. آمدی در برنامه من مرا سر پیاز و بالای پیاز میگی. حالا خب من به شما گفتم که وقتی که بیبی عایشه که با حضرت محمد نکاح کردن، نه اصلا بیبی عایشه زیر خاک، بیبی عایشه مرد زیر خاک است. اعمال پیامبرت با افتخار عملی میکنی یا نمیکنی؟ بعضی اعمالش هست که ضرور نیست که باید بکنی. مثلا پیامبرتان گفته برای اینکه اجازه بده، حالا پیامبرتان گفته برای اینکه مرد وارد خانه تان شود پستان زنتان را در دهن اون مرد بکن. حاضر است این کار را انجام بدی؟ این کپایی که میگن چیزا را کساش که بر ما حجت نیست. نه حاضر است یا خیر؟ اگر حاضر نیستی با غیرت‌تر از محمد هستی، چرا امت محمد هستی؟ امی کتاب تو مو آیت خانی میگه قبول کردی. بعضی آیات قرآن که میخونی چرا ایمان نمیاری؟ رضا کبیر یعنی چی؟ چرا شما مردان مسلمان پستان زنایتان را دادن مرده همسایه نمیدید؟ ما رضای کبیر نداریم. کسی که میگه تعداد احمقا هستن که اونمو از اسلام. پیامبرتون احمق بوده؟ پیامبرتون احمق بوده؟ سکو هر کسی که به نام پیغمبر بزنه در وقتی که با قرآن مطابقت نداشت قابل بسیار خوب. پیامبرتون نه، بس مسلم احمق بوده؟ مسلم نیشاپوری؟ امون نیشاپوری بوده یا هر کسی که بوده بر ما حجت. امام مسلم امامت است عزیز من، امامت احمق بوده؟ ما میگم که امام والا هر کس بوده باشه وقتی که با قرآن ما که مطابقت نداشت. امامتان روایتش را دوستان بفرستین. لحظه صبر کن عزیز من، لحظه صبر کن. من روایت از کتاب خودتان بخونم. حالا هر حدیثی که خوشتون نیاید پدرتان هم اگر اون حدیث را گفته باشه شما پدرتان را به خاطرش گردن میزنین دیگه. نه خب میگم والا هر کس گفته با قرآن که مطابقت نداشت بر ما قابل قبول نیست. با قرآن شما نماز میخوانید، 10 رکعت نماز ظهر چند رکعت است؟ خب باز در یک قسمت که نماز ظهر چند رکعت است عزیز من؟ نماز ظهر چند رکعت هست؟ نماز ظهر 4 رکعت است فرض. و شیعه هستی خدا؟ سنت کس نه شیعه نیستم. سنت که بخونی ثواب داره که نخونی گناه مرتکب نشدی. سنت به چند وقت تقسیم میشه؟ چند نوع سنت داریم؟ موجب داریم. شما بفرمایید سنت مؤکده و موجب. بسیار خوب. سنت مؤکده یعنی کدام سنت؟ تشکیل شده که حکم فرض را داره. ساکو گوش کو گپا تاکید هیچ وقت در مورد دین هم هیچی نمیدونی. کسی که میگه او کسایی عزیز من سنت مؤکده یعنی چی؟ کسایی هستن که خوارج هستن که سنت میگه جای فرض نمیگیره. سنت درگاه جای فرض نمیگیره. خب کدوم از کدوم ولایت گرفتی؟ گوش کن اجازه بده. حدیث اجازه بده. این لبخندا این خمچشمی هایی که شما دارین به درد خودتان میخوره. صحیح مسلم، یک لحظه سکوت کنم این روایت را تا آخر بخوانم. حدیث 1453 صحیح مسلم دومین امامتان است. از این 6 فردی که چیکار کرده کتب صحاح سته تان را نوشته که شما اسلام را شناختید. محمد را برای شما همینها معرفی کردن، همین ریشوها، همین کسایی که پشمشان تا اینجایشان بوده.